تو چطور هستی شاگل جان؟ عارف جان پدرش همه خوب بودن؟ زنده باشی. شکر خوب بودن. سلام میگفتن. سلامت باش. خب چیزی خوب گفتی شاگل جان. وازی بگو. من خو از خود هستم خوار جان. خورک ما این دفعه با امید یک گپی جا آمدیم. خدا کنه که من ناامید نسازی. چی گپ؟ شاگل جان چرا آوازه و پسکنده نمیگی که من صحیح بفهمم چی میگی تو؟ هیتر از خورک اگر خواست خداوند باشه میخوایم که می دوستی ما به رشته خانوادگی تبدیل شود. مقصدت؟ مقصد میست که مو شبانه جان دخترک مقبولتانه با عارف بچه‌ایم که شکر یک بچه خوب سربراز و خواستگاری آمدیم. خوار جان این گپا از جانب خداست. باز نصیب قسمت کار خودم میکنه. ما در مورد عارف زیاد شدیم میگن بچه بسیار خوب است. بیادر جان سلام علیکم. مانده نباشی. زنده باشی. آمدم کار روز از درسته بود. عارف جان خوب است. دل آقا سلام میگم. اینجا کمش خیر ببینی. خوارک من خود گپ خدا گفتم. خوب شد که بابی شبانه آمد. پوش که او چه رضایت میده. گپتان نفهمیدم. شاگل جان میخواه که امروی ما دوستی کنم. دوستی چی؟ شاگل جان آمده که شبانه را بر بچه خود عارف جان خواستگاری کنه. سرور بیادر خودت خانه شکر ما را و بچه ما خوب میشناسی. بچه لیاقتی داره که دامادت شود. خوار با یک لیاقت دنیا وابسته نیست. وقتی که لیاقت داشته باشی در دست چیز نداشته باشی بازم هیچ. بیادر جان دنیا با اون لیاقت داشته باشه آیندهش خوب میباشه. نه خوار جان من در این عقیده نیستم. من نمیخوایم که اولادم خوارزار باشه. دختر من به کسی میتم دنیادار باشه زندگی داشته باشه نه به کسی که هیچ چیز نداشته باشه. ها نه ستارخان در فکر کشت کوکنار. زنش سیگو چطور و شوق دریا که میخوره. عاقبتش هم بخیر. مریض محبت
مریضم مریضم مریض محبت، مریضم مریضم مریض محبت. طبیبا کجایی ز من رفت راحت، طبیبا کجایی ز من رفت راحت. مریضم مریضم مریض محبت. منم همچو شمع که عمرم سرایم، منم همچو شمع که عمرم سرایم. بابا گو طبیبا نمانده از فرصت، نمانده از فرصت. مریضم مریضم مریض محبت، مریضم مریضم مریض محبت. طبیبا کجایی ز من رفت راحت، طبیبا کجایی ز من رفت راحت. مریضم مریضم مریض محبت. مرغ زیرک است. اگر دام نیاریش روزت خراب میشه، بازارت میشکنه. فکرت باشه، فهمیدی؟ جای زلال غفور، دل جمع باشه و کارش جور میکنه. اینه دیگان گوش اگه کام یایی درست هم میخونی مگه ما را خبر نمیکنی؟ آها والا ایره سایکو ما که خواندیم چی کردیم تو بخونی؟ اینا راست میگن، درس خواندن زیاد فایده نداره. روزتا خوش دیر کو. اگر رقم شما ایلا بگردم و ایلا گپ بزنم او ارزش وقت نفهمم صحیح. مگم از ایلا گشتی کده بیایید که درس بخونیم که سبا روز خدای نخواسته شرمنده نشیم. بانما دنیا دو روز است، سرشار باش، این جوانی دیگر نمیایه. دنیا خیم روز نیست، پشت این روزا دیگر روز هم است.
امروز سبا امتحانایتان است. برای بخیر درستانه بخونین تا ناکام نشین. بانش که سر خود ظلم کنه، تناشش تا چرت بزنه. درس بخونه که چی آینده خود داشت. بخی بیا برین دیگه، کندیوالا منتظر است. برای بخیر برای بخی که بده. برو من میرم برو. باز دستت ما رو میکشی. نرو. برای عادل آقا ماندنه باشی کجاتی مرد خدا هست کجاتی تو سلام علیکم جور هستی بیشک آدم اگه قول و قرار داشته باشه رقم تو باشه به قول دو وفا کو دنیا در گذر است شرلالا این روزا شیریت بسیار جوریست چطور جوریست مگم گپ ما رو هم گوش کن اما مردم همیشه در قول خود استاد هستیم بلا راستی هم که گپ و قول ما یکیست یکی بریم لالا تو بریم که گپ بزنیم اگه خم دل آقا گپ مرا جدی فکر نکن من که گپ خدا نزنم در دلم خوره میمونه و من دل درد میشم خب خیر حال بگاله کجا روان هستی و این قالینه کجا میبری قالینه با ستارخان و باداره برای که در قول خود وفا کرده باشه باز پشتم گپ نزنی او مرد من می گپ های درست نفهمیدم نه که تو رو مرض افتفامی گرفته چه بالا ما؟ نه ما افتفام نه من رموزفام هستم اگر رموزفام می بودی در گپ می رسیدی چطور؟ چطوری که از بادار ستارخان قصدار هستم در قول خود وفا کرده قالین بافتگی خودم میبرم برش در قرضش مجرا میکنم تا که بدقولی نشه نال من در گپ رسیدم شرلالا او مردم ما یک تیم سیی هستیم آمدیم به خاطر شما مردم که ضرورت به تداوی و معالجه داشته باشین شما را کمک برسانیم البته در این تیم ما دکترای زنانه هم موجود است دکتر صاحب شما سیار هستین؟ مقصدش است که شما در می قریه هستین یا کجا می باشین آن که باز مردم ما سرگردان نشه برادر ما در می قریه تان هستیم در نزدیکی مسجد اگر کدام مریض دارین بیارین تا ما او را معاینه کنیم که بتانیم خدمت کنیم آن برادر این دکتر صاحب راست میگه اگر شما برادران در دوستان یا خویشاوندان یا فامیلتان کسی به مواد مخدر آغشته باشد این را هم ما کمک و معالجه کرده میتوانیم این حال خوب شد چی میدونم که مردم در گپای اینا گوش کنن واه واه چشم بطری از گلای تو معلوم میشه که امسال مثل همین موج گلا حاصل فراوان میگیرم چطور شیر لالا فریدون او بچه شیر لالا یا شیر لالا بله خان صاحب این موج گلا و این بطای سبز میبینی
چقدر مقبول معلوم میشه. خان صاحب خوب معلوم میشه. رقم گلهای پتونی رنگارنگ. این دانه سبز رو میبینی، این دستر حاصل است. هر دانه از این طلاست، حیفه است. وقتی من شیره از این رو جمع کنم پیسه دار میشم، پولدار میشم. خب سهی پولدار میشم. دام مرگ از این بوتای سبز بوته سیاه جور میشه. بوته سیاه عاقبت بخیر. حال مانده بشید. سلام علیکم. خوب هستی؟ نباشی کلام وقت دیگه باش. قالین آورد. قالین آوردی؟ خان صاحب بسیار انتظار شما را کشیدیم. یا مقالین است که براتان گفته بودم. بافت دست خود ماست. بسیار مقبول است و بسیار خوب بافتم شده. راستی قیمتش چند است؟ پشت قیمتش چی میگردین؟ ایده خدا بدل قرضتان آوردم تا که قرضدارتان نمانم. دل آقا ای تو چی میگی؟ مگه مرا دوست خود قبول نداری؟ ای چی گپاست که میزنی؟ خب خیر، حالا که آوردی قبولش دارم. راستی روزگار چطور میگذره؟ از روزگار پرسان نکن. روزگار بد سر ما آمده. چی میدانم که روز ما خوب شود؟ اگر میخوای روزگارت خوب شود بیا هم دست مشم. در کشت کوکنار کار کن، نظر به کارت برات مست میکن. هم خرما بشه هم سوا. خان صاحب اجازت باشه. اینا ما برای چی گفتم؟ گپ مرا جواب نداده میخوای بری چطور؟ یه طور از مولوی صاحب روز در مسجد گفت کشت کوکنار حرام است. زندگی مردم را تباه و برباد میسازد. او زهر از زهر. از این خاطر گپ شما را قبول کردن نمیتونم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، برادران محترم، بزرگان، موی سفیدان، ملای امامان مساجد، برادران، ما یک تیم سی سیار هستیم. آمدیم به خاطر تداوی مریضان شما در قریه. و در این عرصه آرزو دارم که مولوی صاحب هر کدامتان همراه ما کمک کنین، همکار باشین. دکتر صاحب، ما از شما و زنپاران شما دیگه قریه ما شما آمدین. ما به نمایندگی از این برادرای خود از شما و همکارتان یک عالم تشکر میکنیم و خداوند تعالی میخواهیم که در کار و وظیفهتان موفق و کامیاب باشید. تشکر. خداوند شما را از ما کم نکنه.
دکتر صاحب با اجازه مولوی صاحب ما یک سوال داشتم. شما که در قریه ما آمدین برای مریضای ما چه رقم کمک میشین؟ ما از سوال بسیار خوش شدیم. از اینکه ما یک تیم صحی هستیم آمدیم در قریه‌تان به خاطر از اینکه از مردم را از اضرار مواد مخدر و از کشیدن مواد مخدر کسایی که از این مخدرات استفاده میکنند به خاطر از اینا کمک برسانیم و اینا را آگاه بسازیم در مواد مخدر مبتلا شدن، چی مرد باشه چی زن باشه، بر از اونا کمک برسانیم. دکتر صاحب خودت خو یک مرد هستی، اگر یک زنی قرم مریض شوه اما تو که گفتی با دور خو مردم اجازه نمیده، چطور خواهد شد؟ او برادر، ما در تیم صحی خود بر علاوه دکترهای مردانه دکترهای زنانه هم داریم که به مریضای شما کمک رسیدگی بتوان. نام مشاکل است. یکی از این زنای از قریه است. بسیار خوب. ما یک تیم صحی هستیم، به قریه شما آمدیم تا به مریضای شما رسیدگی بتانیم. خیر ببینیم کدام نوع مریضا را میبینیم؟ ما مریضای زنانه را، مخصوصا اون مریضا را که به مواد مخدره آغشته است تداوی و مداوا میکنیم. نفهمیدم اونا را چه قسم تداوی و مداوا میکنیم؟ اول ما اونا را زیر معالجه میگیریم. فراموش نشد که در تداوی و مداوای مریضا کمک و همدستی اقارب و خانوادهش مثل پدر، مادر، برادر و دوستانش هم نقش مهم داره. پدر، مادر، برادر، دوستان چطور؟ اونا وقتی که به مریض روبرو میشن نباید مریض چی مرد باشه چی زن گپای بد رد بزنن یا توهین و تحقیر کنن. خیلی چیز نگویشان؟ اونا را تسلی خاطر بتن تا در اراده خود استوار باشن و هم توصیه های دکتر را مراعات و تطبیق کنن که نتیجه مثبت بگیرن. خوب، بسیار خوب. بازم خدا شما را خیر بده که در قریه ما آمدین و مردم ما را کمک میشین. این وظیفه ماست. او طرف همکارای دیگه ماست که در بخش مریضای ذکر کمک میشن. خوب. شاگل جان، ما به تنهایی هیچ کار پیش بردن نمیتونیم. شما به تداوی مریضایتان که ما کمک شویم. اگر اونا پیش ما ندارن ما خودمان میریم به خانهایشان، معاینهشان میکنیم و میبینیم که به چی نوع کمک اونا ضرورت داره. خیر ببینین دکتر صاحب. خیر بریم کامکارایتانم را. بفرمایید. بریم دکتر. بریم. خیر ببینیم. همین وقت آمدن و رفتن در چشمه برا و گرفتن است. نه دختر معلوم میشه و نه درک شبانه است. ای خدا نرفته باشه. اگر رفته باشه باز من یه خبر و پرچی کامیابی ده؟ آن دمی که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. سلام شبانه جان. سلام عارف. چطور هستی؟ تشکر. سلطان قلبای من برات مجده خوبه دارم. فرهاد من مجده چی است؟ شبانه شیرین من درجه خوب کامیاب شدیم و این خبره اولتر از همه برای خودت رساندم. عارف تو بسیار خوب هستی. نامنیکی تو از من است. کامیابی هر دوی ماست. برای تبریک میگم. خداوند زیادتر کامیابی داشته باشه. سلطان قلبای من زنده باشی. اگه بخیر فاکولته بخوانی اونو باز کلان آدم میشی. باز هم میگن عارف فاکولته ای ها.
چرا؟ چی شده؟ ما گپ خراب زده؟ گپ بد نگفتی و نمیزنی. خیلی چی؟ باز اقتصاد ما رو تو میفهمی که خراب است. و از طرف دیگه کار نکنم و پیسه به دست نبیارم، باز تو را کسی به من نمیته. چطور کنم؟ اگر از خاطر ما باشه من منتظر می باشم. خب پدرم گپیست؟ خیر، من کوشش میکنم که کار پیدا کنم. آن وقت تو را به دست بیارم باز خدا مهربان است. ها تو صحیح. بازم کامیابی تو باید مبارک میگم. خداوند زیادتر کامیابی داشته باشه. زنده باشی. بریم که باز کسی ما رو در اینجا نبینه. من خب بسیار دوستت دارم. چیزی که از واسم رسید یعنی میگه که برای تیار کردم. شاکر جان خیلی ببینی زنده خوب باشی. هر وقتی به اینجا رو میایی بسیار خوش میشم. پری جان تو خود سر ما حق داری. من دوستت دارم. اینه یک چند دانه یک بولانی برات پخته کردیم دیگه بخور که سرد میشه. بی لای زنده باشی شاکر جان. تو بگی این از چتنی هم بخور. لای زنده باشی شاکر جان. خدا خیرت بده. نوشک جانت پری جان. اینه پری جان نه این بستگک سی جور کلو کت خندق برای تفلک دوختیم. اینه تیار آماده آوردیم. بیبی که خوشت میه یا نه؟ قربان دستت شاگل جان. من اینگه تو که یاد کرده بیدانم. چیزی که باز تو بودی من چرا خوش نمی کنم. حالا مجھے یک بانش باز پسان ببینم. حالا شاگل خوش آمدید. سلام علیکم خان صاحب. خوب هستید؟ این خان صاحب خوب موقع آمدین. خان صاحب خوشیتان دوستتان داره. اینه یک دانه پولانی نبیگی خودتان نوش جان کن. شاگل خوبه مرا خوشین زیاد دوست داره. مگم شاگل خوبه بگی چی شده؟ چرا پری جان؟ خان صاحب پری حتما باید یک شب خانه ببریم به خاطر که تکلیف زیاد میشه. اینجا که شب خانه است مگر من شاد بودی. ای غافل خبر نداری که در قریه یک تیم سیام آمده. پری جان خان صاحب راز میگه. ما روز دیدم که چند تا دکتر زن در قریه کت زنهای قریه گپ میزد. گپای چی نمیزد؟ امین میگفتن که اگر کدام مریض دارین یا ما رو پیش از او ببرین یا اونا رو پیش ما برین. ما برای خدمت کردن آمدیم. خوب اینه من میالو میرم اونا رو که خود میارم. سیز؟ نه قرشی من خودم از کنم برم. خیر پری جان یا تو رو پیش دکتر ببریم یا دکتر ایجا بیاریم فرق نمیکنه. حالا باید یک کار کنیم. شاگل خوار تو خوکتش کمک میشی؟ چرا نه؟ من این تنها نمیمانم. خان صاحب پری جان بر علاوه از اینکه تکلیف همین داره در خوردن تریاک معتاد شده. یعنی که سخت تریاکی شده.
مانده نباشی. آمدی بخیر؟ آمدیم بخیر. دیگر خونه رو میشی خیلی خواه اینه گفتم جگر خون استی خیرت خوب باشه راستی هم که میگن سیر از دل گشنه نمیوا سوار از دل پیاده دنیا از دیگه بخو چایتا آخر چرا جگر خون استی کسی چیزی گفته یا چطور همو که میگن زمین سخت و آسمان هم بلند سرمده اعتماد خلاص نمیشه آخر سوچ پوسکنده بگو که چی گپ است هر جگر خون ساختی بابا مادر آره گپ اینجاست حیران به دربار خدا ماندیم که گپ ستارخانه اجرا کنم یا گپ مولوی صاحب مسجد عملی کنم خب نگفتی که مولوی صاحب چی میگه و ستارخان چی گفته ستارخان مرا میگه بیا در کشت کوکنار تیتی مکار کو که زندگیت رنگ رونق بگیره روزگارت خوب شود همه اور از مولوی صاحب در مسجد میگفت کسی که کشت کوکنار میکنه کار بار کوکنار میکنه گناهگار است در آتش دوزخ میسوزه من ایران مانده که من چطور کنم تو خود نه کشتی کوکنار داری و نه کار بارش میکنی اینقدر مردم که کت ستارخان کار میکنه خب مزدش میگیره و میره اونو رو دیگه به کار دیگهش چی غرض گپ تو هم سیه مگه ما ایران هستم که چطور کنم بسیار تشویش نکن خدا مهربان است چیزی که به فایدهت باشه و به طبیعتت سازگار باشه همون رو بکن یا الله سلام بابا جان مادر ما کامیاب شدیم الهی شکر بچه الهی شکر نام خدا من شب و روز دعایت میکردم جان مادر کامیاب باشی سرفراز باشی شکر که زنده باشی مادر جان اینا بانی درس خواندنتون خلاص شد حالا بخیر کالایت بدل کن که بریم سر زمین ها بچه‌شم بابا جان آیا دیگه کمیت شیر لالا را بمیت یک موتر بده ساختمان ما که میخوره به این موتره لالا حالا گل دانه 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 دانه
ای مترق لال مال ستار خانه لا گل دانه دانه الا گل دانه 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 شیر لالای بیچاره تنام و تروانه لا گل دانه دانه الا گل دانه 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 دیران کت خان سی الا گل دانه 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 ای مترق لال مال ستار خانه الا گل دانه دانه الا گل دانه 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 شیر لالا قار کرده نمیر خانه الا گل دانه دانه الا گل دانه 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 امیر خم اساس یک آواز خون نشد ما از این بوتر بودی که گل دانه دانه الو چی حال انداختی؟ این خوب شد حالا فهمیدم که پیتان خوانده میتونی این حال خوب شد سبا روز بعد مشهور خواهد شد برای چی کنی سر دیگه خدا داده دیگه مجبور استفاده کنیم از این بریم بخیر بیادر اگه میجه کار باشه ما هم کتان کار میکنم خیر است کار کنیش بیادر نمیقدر کارش کنیم تا خودمون کار میکنیم دیگه کسی نیست کاربار هم خیر هر کار که باشه میجه کتان کار میکنم میبود نگرفتیم بیکار هستم 12 را خلاص کردیم نفهم نیست کار نیست باشم میگم این بچه هم کلشون بیکار هستم کار پیدا نمیشه؟ کار پیدا میشه یکم تعدادی پیدا میشه کار پیدا نمیشه یک کار بگیریم ما هم کتان میرم خیره خیره بیادر تو هم کار نیفتی؟ ما هم نیفتم چطور کنم؟ کجا برم؟ چی کنم؟ مرا بر مرا
مرا ببر خیر مرا ببر من بیکار هستم خیر مرا ببر تو خوب کار کن برات چی چرت میزنی؟ این کار بارت که رونق نمیگیره؟ برو یک کار دیگه کن. من خوش روز دی چرت است تو. مگم ای خدا. چرا؟ اون اگه گپ ستارخانه در کار بار کشت کوکنار قبول میکردی؟ اون وقت نان ما در روغن تر شده بود. مادر عارف تو هم در گپ تو شک هستی. سرورم زیر بار گپ ستارخان نامد. کتیش کار نمیکنه. میگه که یک توت زمین دارم سرم زمین خود کار میکنم خلاص. تو خود کترک از برابر نکن. سرور خود یک توت زمین داره. باز برات میگم. چی میگی؟ میگم برات. ایره برات میگم که اگر گپ ستارخان قبول میکردی آل احتیاج و محتاج گپای بابی شبانه سرور نمیشدیم. چطور؟ چطور نداره؟ آل اگه کار بار میداشتی بابی شبانه برای جبرت نمیداد. بچگه که هم سرگردان نمیشد. خدا که کجا سرگردان پشت کار میگرده. بچه گفتی عارف هم معلوم نشد. دل دشمن شو شوه مادر مرده رفته شار پشت کار. خدا چقدر سرگردانی ها را کشیده باشه. سلام مادر. سلام بابا جان. آمدی بخیر؟ بخیر باش. بیای طرف تیشه بچه. مانده نباشی بچه. بخیر باشیم. مطالعه در چرت تو بودی. بخیر باش. بچه ما پشت تراسان بودیم. شهر رفتی؟ کار یافتی؟ شهر خو رفته بودم. مگم کار مرا ندادن.
بیادر مونده نشی. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلام علیکم خان صاحب. زنده باشه خان صاحب. سرور برادر خودت خوب هستی؟ شکر. دم غنیمت است. دل آقا بیادر. عارف جانم، نام خدا که جوان شده در کارام امرای خودت دست پیشی میکنه. خدا عمر بدهش. خان صاحب، از نظر نیکتان خوش شدم. خیری بینین. دل آقا بیادر، گپ از اینه که در زمین چی کش کردی امسال؟ امسال در زمین خود یک ذره پیاز کچولو کشت کردیم. مگم چی او بیادر؟ خان صاحب، ما شک دارم سال گذشته واره قیمت پیاز پایان به ما نقص خواهد کردم. های بابا، پیش از مردن کفن پاره کردم. خدا مهربان است. میشه که امسال حاصل خوب برداری فایده کنی. او جوان، تو همیشه کارت کرده برو. با چند دقیقت با بیت گپ داریم. فهمیدی؟ صحیح خان صاحب، مهربانی. دل آقا، باور که از رواداری برات میگم. خب خان صاحب، گپ تو بگو. گپ مرا قبول کو. در زمینت کوکنار کشت کو. صاحب پیسه میشی. وقتی که صاحب پیسه شدی این جمعین میشی. چرت تا بزن، جرات کو. زار و زار خدا نساز. نه، خفه نشین. من نمیخوایم در ثبت شدن بوتای کوکنار گناهگار شوم. روی سیاه میشم. خان صاحب، دل آقا را بانه. البته فکر دیگه داره. سرور بیدر، ما خو بیگانه تا نیستم. تا حال ما خو از کشت کوکنار فایده کردیم، نقص خو نکردیم. خان صاحب، گپ شما صحیح است. مقصد از این چیز دیگه است. اینا گپ مرا گوش کنید. سرور، تا جایی که من میدانم روزگار از یام خوب نیست. صحیح است که روزگار ما خوب نیست. مگر من نمیخوایم که یک توت زمین خود در کشت کوکنار کم قوت بسازم. یک فکر دیگه کو که ستارخان قانع شود. خوب گپ زدی سرور. دل آقا کدام فکر دیگه نداره. این گپ تو مرا در یک فکر دیگه انداخت. ای تو که خان صاحب، یک توت زمین تا مربطه. ما یوازی کوکنار دیش گلپی کشت میکنم. فروش خوبم داره. چی گفتی؟ او ساده، ما از کشت کوکنار پیسه دار شدیم. حاصل کوکنار از همه چیز کرده فایده زیاد داره. در نظر ما گپ دل آقا هم بد نیست. گلپی هم فروشش بد نیست. و دیگه ای که هم خرما و هم سوا. سلام علیکم خان صاحب. خانه میمون آمده. به نظر من شما دو تا وقت از دست میدید. چیزایی که ما برای شما گفتم بالایش فکر کنید. باز بعد انا ما شما در این رابطه گپ میزنیم. بال رفت.
کار بده. گپ خان صاحب درست است. یک رای دیگه که پیدا کردیم میبینیم باز. به نظر من رزق حلال پیدا کردن بهتر از همه چیز است.